عاقبت شوخی زیاد جنگ است، دشمنی و بدبینی است. شوخی زیاد چقدر دوستان جانی را از هم جدا کرد و با همدیگر دشمن ساخت. حتی در بین زن و شوهر هم نافهمی و جنگ و نزاع برپا می کند. ما و شما این را بارها و بارها دیده ایم، ولی از آن عبرت نمی گیریم. ابن مفلح رحمه الله می فرماید، می گفتند هر چیز آغاز و ابتدایی دارد، اما ابتدا و آغاز دشمنی شوخی از حد زیاد است. پس ای برادر و خواهر مسلمان، از شوخی زیاد بپرهیز. من نمیگویم شوخی و مزاح نکنید، زیرا از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم شوخی و مزاح ثابت است. شوخی کنید ولی از حد نگذرید. هر چیز یک حدود و اندازه خود را دارد. شوخی و مزاحی که با آبرو و عزت کسی میرسی، در بین مردم او را خجالت زده میکنی و میرنجانی، پرنک و پریکال گفته او را میترسانی و یا دیگر کارهای او را نوار برداری میکنی که خجالت زده میشود، مگر این را شما شوخی و مزاح مینامید؟ همه اینها حرام و ناجایز است. هرگز شوخی و مزاح گفته به چنین کارهای حرام دست نزنید.